بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز. میرسیم به بحث زاویه های داخلی. گفته در کاشیکاری کاشی ها رو طوری کنار هم قرار میدن که روی هم نیفتن و جای خالی بین آنها نباشد. پس اولین موردی که شما باید بدونید، باید تو زمان کاشیکاری فضای خالی بین اون کاشیامون نباشه. و چند نمونه اینجا براتون حالا اومده با شکل‌های مختلف. اینجا با متوازی وزلا مثلا می‌بینید که فضای خالی بینشون نیست، یا حالا با این شکل‌ها که اومده اون فضای خالی رو پر کرده. مورد اول پس این شد که فضای خالی بینشون نباشه. مورد دوم اینه که مجموع این زاویه ها 360 باشه، یعنی یک دایره کامل برای ما تشکیل بده. هیچ فضای خالی نبود که هیچ، این کاشی ها نباید رو هم بیفتن. پس یعنی باید دقیقاً طوری مثل پازل کنار هم بشینن، قرار بگیرن که این فضای خالی ها علاوه بر اینکه پر میشه، یک زاویه 360 درجه هم برای ما تشکیل بده. الان اینجا میبینید یک 270 داریم، یک دونه 90 که جفتشون جمعشون میشه 360. توی شکل‌های دیگه هم به همین صورت کاملا میبینید که شکلتون یک زاویه 360 رو درون خودش داره. ولی مثلا توی این شکل‌های پایین علاوه بر اینکه می‌بینید فضاهای خالی سفید رنگی بینشون قرار داره، اینجا مثلا خب حالا مثلث‌های کوچیکی مونده، اینجا متوازی الضلع خالی رنگی هست، با پنزلی اومده مثلا کاشیکاری انجام بده، فضای خالی بینش ایجاد شده و اون زاویه مد نظر ما که 360 هست رو نتونسته تشکیل بده. یا مثلا اینجا از اینجا شروع شده و یک مقدار این یک ذره باعث شده که به اون 360 که ما میخوایم نرسیم. پس فضای خالی بین شکل ها یا کاشی ها و این که به 360 نرسه، دو تا عاملی هستن که ما نمیتونیم با یک شکل کاشیکاری رو انجام بدیم. گفته که یک مثلثی همنهش با مثلث ABC کاشیکاری کردیم، مثلث آبی رو انتقال دادیم و زرد رو هم دوران دادیم. این انتقال و دوران و حالا اون میشه گفت تقارن، سه تا چیزایی بودن که از سال هفتم شما باشون آشنا شدین. انتقال دقیقاً همون شکل رو ما هلش میدادیم یا به قولی کپیش میکردیم یه جای دیگه قرار میدادیمش. دوران هم که چرخش بود، مثلا حالا 90 درجه شکل رو میچرخوندیم، 180 درجه میچرخوندیم و میگفتیم حول یک نقطه اون شکل رو ما اومدیم دوران دادیمش. حالا گفته زاویه‌های متناظر با هر یک از زاویه‌های مثلث ABC را در این دو مثلث مشخص کنید. در کاشیکاری بالا قسمتی را که نشان می‌دهد جمع سه زاویه A و B و C شده 180 رو پیدا کنید. شما فرضاً الان زاویه B وقتی اینجا هست، پس قاعدتاً اینجا هم باید مقدارش B باشه و اینجا وقتی C هست اینجا هم باید C باشه، بالا هم A. با رنگ دیگه اینجا پس باید A باشه که شکل چرخوندیم دیگه، اینجا باید B باشه، اینجا باید C باشه. الان توی این شکل کجاست که جمع سه زاویه واسه ما یک زاویه نیم صفحه 180 درجه تشکیل میده؟ اینجا هستش دیگه. قاعدتا دقیقا همینجا ما هم زاویه C رو داریم، هم B و هم A که بخوایم حالا نشون بدیم اینطوری فلش میتونید بزنید و جمع سه زاویه واسه ما 180 درجه شده. تو کار در کلاس حالا از شما خواسته که کاشیکاری با یک نوع کاشی انجام نشده تو کدوم شکل ها. خب فرضاً مثلا تو شکل دال میبینید که شبیه میشه گفتون زنبور عسلا که باش میان شکلاشو درست میکنن، کاملا همه با یک مدل بوده، همه 6 ضلعی بوده و این درسته. دقت کنید که گفته کدوما انجام نشده. الان اینجا توی این شکل خب میبینید شکل‌ها با هم فرق کنه، این یه مدل شکله، این یه مدل، این یه مدل. پس این موردیه که درست باش کاشیکاری انجام نشده، انواع شکل‌ها درش هست. توی شکل ب همه یک مدلن، زاویه‌ای هم 360 برای ما، یعنی هر زاویه رو شما دقت کنی هر نقطه‌ای رو اون میزان 360 درجه درش رعایت شده. تو شکل الف هم دقیقاً به همین صورت هست، همه یک مدلن، هیچ فضای خالی هم بینشون نیست. پس فقط مورد جیم هستش. بریم صفحه بعد. اما میرسیم به بحث زاویه‌های داخلی. چرا اصلا ما زاویه‌های داخلی رو میایم بخونیم؟ که کارمون راحت‌تر باشه. من یک بک بدیم عقب. توی
میشه گفت فهمیدن این که آقا جان ما از کجا بفهمیم که با یه شکلی میتونیم کاشیکاری رو انجام بدیم، با یک شکلی نمیتونیم. قاعدتا نمیتونیم بیایم مثلا بگیم با این 12 ضلعی 10 ضلعی بیایم تک تک اینا شکلاش رو رسم کنیم و اینا رو کنار هم مثل جورچینوار بذاریم و ببینیم که آیا فضای خالی بینشون هست. اگر بود یعنی نمیشه، اگر نبود که خب پس هیچی، اوکی همه چی. شاید مثلا با یک 5 ضلعی که خب تعداد ضلع کمتری داره شما بتونید راحت بیاین در بیاین، ولی وقتی تعداد ضلع میره بالا شکل‌ها مختلف میشن سخت میشه یک مقداری. پس میایم از زاویه‌های داخلی کمک میگیریم. زاویه‌های داخلی میشه گفت این کار رو برای ما خیلی راحت‌تر میتونن انجام. حالا در ادامه می‌کنیم. زاویه‌هایی که درون یک چند ضلعی قرار دارن رو زاویه‌های داخلی میگیم و مجموع زاویه‌های داخلی یک مثلث 180 درجه هست. این رو که خب دیگه یه نکته که از سال‌های قبل بلد بودینش. میایم از همین استفاده می‌کنیم واسه چند ضلعی‌های دیگه، یعنی میایم چند ضلعی‌های دیگه مثل 4 5 6 الی آخر رو برای اینکه این مقدمه کار باشه و شما یاد بگیرید میایم تبدیل به مثلث‌های کوچکتر می‌کنیم. یعنی خب 3 ضلعی که یک دونه مثلثه، 4 ضلعی می‌بینید که اومده با یه خط تبدیل به 2 تا مثلث کرد، تو 5 ضلعی اومده تبدیل به 3 تا مثلث، تو 6 ضلعی قاعدتا شما باید چند تا مثلث داشته باشید. من از یک رأس شروع می‌کنم به خط‌هایی که می‌ذاریم رسم می‌کنیم، می‌بینید که چند تا شد؟ 4 تا. 1 2 تا 3 تا و 4 تا. و خب وقتی یک دونه مثلث داشتیم، یک دونه 180 تا، پس مجموع زوایای داخلیش هم میشه 180. اینجا 2 تا مثلث داشتیم، پس 2 تا 180 تا میشه 360 تا، پس مجموع زاویه های داخلی یک 4 ضلعی 360 درجه است که اینجا قرمز رنگم براتون نوشتتش. برای 5 ضلعی 3 تا مثلث دارین، اینجا می‌نویسیم 3 تا 180 تا میشه 540 تا. اینجا 4 تا مثلث داریم، پس میشه 4 تا 180 تا برابر با 720 تا. پس یه جورایی اومدیم از شکل مثلث که میدونستیم مجموع زوایاش 180 درجه هست استفاده کردیم و از شکل‌های دیگه‌مون رو بر اساس اون چیدیمش. حالا یک سوالی که برای بچه‌ها بعضی وقتا پیش میاد میپرسن، میگن آقا ما توی این خطایی که شما رسم کردین میتونیم مثلا تعداد مثلث‌های بیشتری رو نتیجه بگیریم، مثلا آقا اینم یک مثلث، از اینجا هم میتونیم به اینجا وصل کنیم، اینم یک مثلث، اینم یک مثلث. تعداد مثلث‌ها رو مثلا میان بیشتر میکنن. شما باید حداقلش رو بچه‌ها در نظر بگیرید، یعنی اون کمترین میزانش. شما فقط میایید از یک رأس، از یک دونه از این رأس‌ها و نقاطتون شروع میکنید، به بقیه رأس‌ها وصل میکنید و به اون میزان کم تعداد حداقلی ما مثلث نیاز داریم واسه حل این فعالیت. در ادامه پس گفته مجموع زاویه داخلی هر 4 ضلعی 360 درجه است. نکتهشو به یاد داشته باشین. گفته که با کامل کردن جدول مجموع زاویه داخلی چند ضلعی دیگر هم به دست بیاریم که به دست آوردیم. حالا پرسیده که مجموع زاویه‌های داخلی یک 7 ضلعی چند درجه است. بیاین قبلش یک فرمولی واسه خودمون بنویسیم. وقتی تعداد ضلع 3 تا بود، تعداد مثلث‌ها 1 بود. وقتی تعدادش 4 بود، تعداد مثلث‌ها 2 بود. تعدادش 5 بود میشد 3. تعدادش 6 بود میشد 4. چه رابطه‌ای بینشونه؟ قبول دارین که هر دفعه داره از تعداد میشه گفت ضلع‌ها 2 تا کم میشه. هر دفعه از 5 داره 2 تا کم میشه 3. از 4 2 تا کم میشه خود 2. پس من میام تعداد ضلع رو که اینجا اومده فرمولش رو خواسته نتیجه بگیره، اگر برابر با n در نظر بگیرم، 2 تا ازش کم کنم، ضرب در 180 کنم، باید مجموع زوایای داخلی یک n ضلعی رو به من بده. پس حالا که فرمولش رو به دست آوردیم، این میشه گفت فرمولشی که مهمم هستش. اولین فرمولیه که پس شما یاد میگیرید، مجموع زوایای داخلی یک n ضلعی منتظم. و میشه گفتش حتی برای n ضلعی ساده هم هستش، حالا صرفا برای منتظما نیستش. گفته مجموع زوایای داخلی یک 7 ضلعی چند میشه به نظرتون؟ خب طبق این فرمول الان میتونیم استفاده کنیم ازش. تعداد ضلع مگه n نبود؟ به جاش 7 باید بذارم. 7 منهای 2 ضرب در 180. 7 منهای 2 که میشه 5. 5 ضرب در 180 هم که میشه 900.
پس مجموع زوایای داخلی یک 7 ضلعی برابر است با 900. قسمت بعدیش دوباره پرسیده 8 ضلعی چطور؟ چرا؟ میایم میگیم 8 منهای 2 ضرب در 180 میشه خب 6 ضرب در 180 برابر میشه با 1080. به این صورت. چراش هم که دیگه همین فرمولیه که این پایین نتیجه گرفتیم. حالا گفته عبارت جبری رو کامل کنید، کاملش کردیم. پس این فرمول اولین فرمول مهمی هستش که شما یاد میگیرید. پس از این به بعد اگر خواستید مجموع زاویه های یک چند ضلعی رو حساب کنید، اصلا مهم نیست منتظم باشه یا منتظم نباشه. الان مثلا خب تو این شکل دیدی که اینا اصلا منتظم نبودن. خب میرسیم اما به جدول. گفته که با کامل کردن جدول زیر اندازه هر یک از زاویه های داخلی چند ضلعی منتظم رو پیدا کنید. خب شما الان مجموع زوایا رو که یاد گرفتید به دست بیارید. گفتین n منهای 2 n منهای 2 ضرب در 180 که فرمولش بالاش نوشتیم. مثلا تعداد ضلع اگر 3 باشه مجموع زوایا میشه 180. حالا اندازه هر زاویه رو اگر بچه‌ها بخواید به دست بیارین، همین 180 رو تقسیم بر تعداد ضلعش میکنید. یعنی الان شما فرضاً یک مثلثی میخوایم رسم کنیم که منتظم باشه. خب مثلثی که منتظم باشه در واقع مثلث متساوی الاضلاع دیگه. تنها مثلثی که 3 ضلع با هم برابره، 3 زاویه‌اش هم با هم برابرن. از اونجایی که مجموع زوایای مثلث 180 درجه، ما وقتی میایم 180 رو تقسیم بر 3 میکنیم میشه 60 درجه. یعنی هر کدوم اینا 60 درجه ان دیگه، که مثلث متساوی الاضلاع بهش میگیم. دلیلش پس اینه. یا مثلا برای تعداد ضلع نوشته 4. خب شما مربع رو میتونید فرضاً داشته باشین که مجموع زوایا 360. مجموع زوایا وقتی 360 میان 360 رو تقسیم بر تعداد اضلاع میکنید، میشه هر کدوم یکی از اینا 90 درجه. 360 تقسیم بر 4 برابر است با 90. به همین صورت شما میتونید اندازه هر زاویه داخلی رو به دست بیارید. فرضاً 5 ضلعی داده. خب مال 5 ضلعی چند بود؟ 540. این بالا به دست آوردیم دیگه. مجموع زاویه‌های داخلی یک 5 ضلعی 540. مال 6 ضلعی هم که 720 که اینجا خودش هم نوشته. حالا 720 540 تقسیم بر 5 برابر است با 108. یعنی شما الان یک 5 ضلعی منتظم اگر داشته باشید، اندازه هر زاویه داخلیش 108 درجه میشه. و مجموع زاویه داخلی یک 6 ضلعی هم که 720 اومده تقسیم بر 6 کرده، اندازه هر زاویه داخلی شده 120 درجه. و از ما خواسته نتیجه بگیریم که حالا فرمول اندازه هر زاویه داخلی یک چند ضلعی منتظم، دقت کنید این دفعه از لفظ منتظم داره استفاده میکنه، چی هستش؟ خب ما میدونستیم n منهای 2 ضرب در 180 که میشه مجموعش. یک تقسیم بر تعداد اضلاع زدیم دیگه، پس اینو میایم یک تقسیم بر n میکنیم، میشه فرمول مد نظرمون. پس این شد دومین فرمول مهممون. اما کار در کلاس، مجموع زاویه‌های هر یک از چند ضلعی زیر رو محاسبه کنید. خب 7 ضلعی منتظم، شما میگفتید 7 منهای 2 ضرب در 180. خب 7 منهای 2 که میشه 5 ضرب در 180 هم که میشه 900. برای 12 ضلعی 12 منهای 2 ضرب در 180. 12 منهای 2 که میشه 10 ضرب در 180 هم که 1800. به همین راحتی. حالا گفته که اندازه هر زاویه 12 ضلعی رو حساب کنید. خب مجموعش که شد 1800. یک تقسیم بر 12 هم اگر انجام بدیم میشه گفت هر زاویه داخلیش میشه 150. شما حالا قبل از این که من خیلی از بچه‌ها رو میبینم یعنی میان ضرب میکنن و وابسته به ماشین حساب شدن که میان مثلا 12 منهای 2 رو مینویسن ضرب در 180 تقسیم بر 12. خب اینجا رو که مثلا 12 منهای 2 میشه 10. حالا بیاین ساده کنید دیگه، نرید این مثلا 10 و ضرب در 180 کنید بشه 1800 بعد تقسیم بر 12 کنید. اینجا میتونید خیلی راحت از طریق ساده کردن زودتر جواب حتی به دست بیارید، چون شما که خب سر حالا امتحان ماشین حساب نمیتونید استفاده کنید.
باید یاد بگیرید، قبول کنید که همه جا همراهتون نیست. فرضاً 12 به 2 میشه 6، 10 به 2 میشه 5، 6 به 6 1، 180 به 6 هم که میشه 30. خب 5 تا 30 تا میشه 150 تا. پس این ساده کردن اینجاست که به کارتون میاد. لازم نیست برید 10 ضرب در 180 کنید بشه 1800، بعد بیاید باز به روش‌های قدیم 1800 رو تقسیم بر 12 کنید، کلی وقت بگیره، تهش هم ممکن باشه جواب اشتباه در بیاد. سوال 3 گفته که کاشیکاری کردیم با 2 تا شکل مختلف، اندازه هر زاویه رو توی این شکل محاسبه کنیم. خب شما الان یک دونه 8 ضلعی داریم و یک دونه 4 ضلعی. 8 ضلعی و 4 ضلعی. 4 ضلعی که میدونید دیگه هر زاویهش 90 درجه مربع است دیگه، چون خودش هم گفته منتظم. منتظم یعنی چی؟ یعنی هر 4 ضلع و هر تعداد ضلعی که حالا داره اینجا، حالا فرضاً 4 تاه، هر تعداد ضلع و هر زاویهش همه با هم برابرن. ضلع‌ها با هم برابر، زاویه‌ها با هم برابر. پس اینجا مربع ما که خب 90 درجه دیگه میدونیم، علامت گذاری هم براش کردیم به این صورت. و 8 ضلعی رو اما بریم حساب کنیم. 8 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 8. این فرمول 8 منهای 2 که میشه 6. پس 6 ضرب در 180 تقسیم بر 8 برابر است. بریم سراغ ساده کردن. 8 به 2 4، 6 به 2 3. 180 به 2 میشه 90، 4 به 2 هم که میشه 2. هنوز هم میتونیم ساده کنیم. 2 به 2 1، 90 به 2 هم 45. 3 تا 45 تا 135. پس اندازه هر زاویه داخلی یک 8 ضلعی هم برابر است با 135 به این صورت. و بریم سوال بعدی. گفته کاشی هایی به شکل چند ضلعی منتظم داریم و میخواهیم سطحی را فقط با یک نوع از آنها کاشی کاری کنیم. شکل های زیر نشان میدهند که با 3 ضلعی و 4 ضلعی یعنی مثلث متساوی الاضلاع و مربع میتوان کاشی کاری کرد. خب میبینید که نه فضای خالی بینشون هست، همه هم این دایره 360 درجه رو در خودشون دارن. سوال پرسیده که از میان این شکل‌ها دیگه با کدوم میشه کاشی کاری کرد. خب این یک راهکار ساده داره و فرمول سومتون هستش به نوعی در این مبحث درسی. تا الان 2 تا فرمول یاد گرفتین، مجموع زوایای داخلی، اندازه هر زاویه داخلی و اما این سومیش. شما این 360 هایی که هی استفاده میکردیم ازشون، بودیم 360 دایره‌های 360 درجه، اینجاست که به کمکمون میاد. شما قبول دارید که الان فرضاً این یک تیکه، همین یک تیکه‌ای که دارم رنگش میکنم شده 108 درجه. خب بقیهش که اینقدر باشه یک دایره کامل دیگه، کلش 360 درجه، کلش 360 درجه هستش. من اگر بیام این 360 رو تقسیم بر 108 کنم، اگر یک جواب روندی به من داد، یعنی اون مقدار عددی که من به دست آوردم باقی مانده نداشت، روند بود، یعنی من فرضاً میتونم با اون شکلم کاشی کاری بکنم. مثلا تو 120 درجه، خب شما میدونید که این بقیهش هر چی که هست مجموع کلش میشه 360 درجه، یعنی کلش ها، منظورم فقط این تیکه قرمز رنگ نیست، این دایره نارنجی رنگ کلش 360، یک تیکش 120 درجه است. پس من میام 360 رو تقسیم بر 120 میکنم، میشه چند؟ میشه 3 دیگه، قبول داری؟ مقدارش رونده، باقی مانده هم نداره، پس یعنی با 6 ضلعی شما میتونید کاشیکاری انجام بدین. اینجا چی؟ 360 رو میایید تقسیم بر 128 نیم میکنید، مقدارش هر چند که شد میشه گفت اگر روند در بیاد که یعنی آقا میشه، اگر روند در نیامد یعنی نمیشه. 360 رو میایید تقسیم بر 135 میکنید، اگر روند شد که میشه، اگر نشد نمیشه. فرضاً ما الان تقسیم ها رو انجام میدیم. 360 تقسیم بر 135 جوابش میشه 2.6 الی 6 تا فردا 6 نوشته. پس این باهاش نمیتونیم کاشیکاری رو انجام بدیم. یا فرضاً 360 تقسیم بر 128 ممیز 5 میشه جواب 2.80
15 الی آخر. یا برای 360 تقسیم بر 108. جواب میشه 3 ممیز 3 الی 3. پس در میون این شکل‌ها فقط 6 ضلعی منتظمه که باهاش میتونیم کاشیکاری انجام بدیم. اما فرمول کلی و راه حل کلی که بخوایم از این به بعد ازش استفاده کنیم، میایم 360 رو تقسیم بر n میکنیم. این n چیه؟ زاویه داخلی هستش ها. دقت کنید یه وقت تعداد ضلع در نظر نگیرین. در واقع به بیان ساده تر میتونیم بگیم اگر این زاویه های انزلی هامون یکی از شمارنده های 360 باشن، میتونیم باش کاشیکاری انجام بدیم. مثلا تو همین حالت بالا، خب شما میدونید که اینا الان مثلثاش متساوی الاضلاع، هر کدوم 60 درجه است. 360 تقسیم بر 60 میشه 6. اینجا مربع همشون 90 درجه هستن. 360 تقسیم بر 90 میشه 4. میبینید که تقسیم میکنیم خیلی جوابا رند و ساده سریع به دست میاد. پس هر موقع دیدید زاویه داخلی شمارنده های 360 هستن، بخش پذیر بر 360 هستن، یعنی با اون شکل شما میتونید کاشیکاری رو انجام بدین. پس این شد فرمول سومی که میشه گفت مهمه و شما باید اون رو بلد بشید. بریم سراغ تمرینات. گفته اندازه هر یک از زاویه های یک 20 ضلعی رو به دست بیارید، 20 ضلعی منتظم. خب شما برای فرمولش 20 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 20. خب 20 منهای 2 که 18 ضرب در 180 تقسیم بر 20. میریم سراغ ساده کردن. 20 به این صفراشون رو بیایم اول خط بزنیم. 20 به 10 میشه 2، 18 به 10 هم که میشه 18. در واقع صفراشون رو فقط میایم خط بزنیم. 2 به 18 هم که 9 ضرب در 18 که جواب میشه 162. این الان شد اندازه هر زاویه داخلی یک 20 ضلعی منتظم. سوال 2 گفته که اومدیم با یک نوع کاشی اینا رو کاشیکاری کردیم. این کاشی چه نوع 4 ضلعی هستش؟ خب بعضی از بچه‌ها میان میگن لوزی که درست هم هست، بعضی هم میگن متوازی الاضلاع که اونا هم حق دارن. خب قیافشون شکلات تقریبا شبیه متوازی الاضلاع هم هست. اما چرا میگیم جواب درست لوزی هستش؟ قبلتر اشاره کردیم که متوازی الاضلاعی که 4 ضلعش با هم برابر باشن بهش میگیم لوزی. پس دلیل این که این شکل‌ها لوزی هستن اینه که 4 ضلع با هم برابره. ولی تو متوازی الاضلاع اگه دقت کنید فقط ضلع‌های رو به هم با هم برابرن. و از ما پرسیده که اندازه هر یک از زاویه‌های اون چقدره. این سوال مهمی هستش بچه‌ها، چون به شما هیچ زاویه‌ای هم نداده. خیلی از بچه‌ها میپرسن آقا الان که خب به ما اصلا زاویه‌ای نداده، ما چجوری به دست بیاریم؟ شما الان مگه یک 6 ضلعی منتظم ندارین؟ پس میایین اندازه هر زاویه میشه گفت داخلیش رو میتونید به دست بیارید. این راه اوله ها، راه اولیشه. میاید اندازه هر زاویه داخلی رو به دست میارید. خب 6 ضلعیه، پس مینویسم 6 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 6. 6 منهای 2 که میشه 4، پس میشه 4 ضرب در 180 تقسیم بر 6. میریم سراغ ساده کردن. 6 به 6 1 180 بشیدم که میشه 30. 4 30 تا هم 120 تا. پس اندازه هر زاویه داخلی شد 120 درجه. قاعدتا ما یکی از زاویه های متوازی الاضلاع که خب لوزی نوع متوازی الاضلاع بود دیگه، میگفتیم زاویه های روبرو با هم برابرن. وقتی اینجا 120 پس روبروش هم 120. زاویه های مجاور هم قرار گذاشته بودیم که مکمل همن، پس قاعدتا اینجا باید 60 باشه. پس زاویه ها گفته چند درجه هستن؟ 60 و 120 درجه هن. این راه اولشه که میتونید به دست بیارید. 60 هم که میاد 180 و منه 120 میکنید، مقدار 60 رو ازش نتیجه میگیرید. زاویه بازتون میشه 120، تندتون میشه 60 درجه. اما راه دوم ساده تر هستش. راه دوم خیلی ساده تره. شما میتونید بیاید بگید آقا من تو این مرکز شکلم، یا مثلا اینجا فرق نمیکنه به یه رنگ دیگه نشون بدیم. توی این مرکز شکلمون مگه نمیگفتیم ما یک دایره 360 درجه داریم، اینجا یک دایره 360 داریم، اینجا به همین صورت، کلی جای دیگه‌ش هم هستش. داخل این دایره 360 درجه 3 تا رنگ میبینید، سبز، قرمز، آبی. در واقع 3 تا
شکل درش سهیم هستن، مثل پازلی میمونه که 3 تا پازل اومدن به مقدار مساوی توی اون دایره ما سهیم شدن. پس اگر کلش 360 درجه هستش، این راه دوم وقتی کلش 360 3 قسمت اومده درش دخیل شده، پس 360 تقسیم بر 3 میشه 120. پس یعنی اندازه این زاویه های باز ما هر کدومش 120 درجه بوده. خب قاعدتا وقتی یکیش 120 پس اون یکیش میشه 60 درجه. پس این راه دوم بود که سریعتر هم میتونید ازش استفاده کنید و کارتون سریعتر میبره جلو. میاد میگه یه دایره 360 داریم، 3 قسمت اومده درش سهیم شده. حالا برعکسش حتی هستا، مثلا میتونید بیاید این قسمت وسط رو در نظر بگیرید. توی قسمت وسط میبینید که 6 قسمت اومده در اون شکل ما دایره ما هست. 360 تقسیم بر 6 میشه 60 درجه و باز هم همون زاویه‌ای که مد نظرمون رو به دست میاریم. اما سوال 3 یکی از سوالات پرتکراری که توی امتحانات میاد که معمولا میگه آقا یه بشقاب قدیمی داریم شکسته و یک چند ضلعی منتظم بوده، زاویه داخلیش رو هم به شما میدن. راهش که از الان میتونید ازش استفاده کنید به این صورتی که همون فرمول مجموع زاویه های داخلی که n منهای 2 زد در 180 تقسیم بر n بود و برابر با 135 قرار بدیم. این فرمول ما بود دیگه، اندازه هر زاویه داخلی. اندازه زاویه داخلی هم که 135 درجه به ما داده. حالا یا میتونید از طریق حل معادله برید سوالو حل کنید که من پیشنهاد نمیکنم چون وقتتون رو میگیره و راه سریعترش همینه که بیاید عدد گذاری کنید. یعنی به جای این مقدار n بیاید عدد گذاری کنید که آقا مثلا یه بار 10 بذارید، یه بار 8 بذارید، یه بار 12 بذارید، عدد گذاری کنید و به اون جوابی که میخواین میرسین. مثلا خب ما میدونم جوابش میشه 8 تا اگر قرار بدیم 8 منهای 2 ضرب در 180 تقسیم بر 8. خب اینجا که میشه 6، 8 با 2 میشه 4، 6 به 2 هم که میشه 3، 4 به 4 1، 180 به 4 هم که میشه 45 درجه. 3 تا 45 تا میشه 135 تا. پس درست شد. پس یعنی n من باید برابر با 8 باشه تا در آخر جواب من به دست بیاد. ولی همین عدد گذاری هم ممکنه وقت ما رو بگیره. ما چند بار عدد بذاریم، یه بار 10 یه بار 12. از طریق حل معادله هم شما میتونید جواب به دست بیارید. حل معادلهش به چه شکله؟ شما میتونید بیاید به 135 یه مخرج 1 بدین، 135 رو ضرب در n کنید، 1 رو ضرب در به صورت همون ضربداری پروانه‌ای که همیشه حل می‌کردید. برید از طریق حل معادله استفاده کنید جواب به دست بیارید که خب معمولا چون بچه‌ها معادله‌شون یه مقداری ضعیفه، پایه درسیشون تو مبحث معادله خیلی کم پیش میاد که بخوان از این روش برن. اما سوال 4 گفته با 3 نوع کاشی اومدیم کاشیکاری انجام دادیم و اندازه زاویه‌های مشخص شده رو از ما میخواد. گفته شکل سمت راست مربع و کاشی‌ها متساوی الساقین هستن، این قرمزا. مقدار زاویه x و y رو از ما میخواد. خب شما قبل از هر چیز باید بدونید که این خط وسطی که اومده شکل ما رو نصف کرده تو مربع بهش میگیم قطر. به این چی میگفتیم؟ بهش میگیم قطر. ویژگی‌های مربع چی بود توی اون؟ میشه گفت کتاب اومد گفت به نوعی قطر ویژگیش تو مربع چیه؟ میاد نصف میکنه، نیمساز زاویه هست. یعنی فرضاً وقتی کلش 90 درجه هستش اینجا میشه 45، اینجا هم میشه 45. پس این مقدار x ما میشه 45 درجه. اما برای به دست آوردن این مقدار y باید چجوری جواب به دست بیاریم؟ دو راه دارید. شما یا میتونید بیاید توی این زنقه‌ای که دارید، خب میشه گفت یک 4 ضلعی محسوب میشه دیگه، 4 تا زاویهش 360 درجه هستن. میتونید بیاید اول زاویه‌های تک به تکش رو به دست بیارید، بعد بیاید مقدار وای رو به دست بیارید. یا راهکار ساده تر به این صورت هستش که بیاین استفاده کنید از اون خطوط موازی و مورب. یعنی چی؟ خب شما قبول داشتید که اینجا که یه قطر داشتیم، اینجا هم ضلع، بذاریم با یه رنگ دیگه نشون بدمش، اینجا هم که ساق مثلث متساوی الساقین هستش. من میگم ادامهش بدم به این صورت. توی خطوط موازی و مورب میگفتیم زاویه‌های تند با هم، زاویه‌های باز با هم برابرن.
الان وقتی که مقدار این قسمتمون شد 45 درجه، اینجا شد 45 درجه، اینجا هم زاویه تند برای ما میسازه، ببینید اینا با هم موازی ان دیگه. پس اینجا هم میشه 45 درجه. یک مثلث متساوی ساقین، دو ساق با هم برابر، پس دو زاویه‌های کنار ساقا هم با هم برابرن. اینجا هم 45. خیلی راحت شد دیگه کار. از یک مثلث دو تا زاویه‌شو داریم، پس سومیش هم که میشه 90 درجه قاعدتاً. چرا؟ چون جمع این دوتا که میشه 45 و 90، 180 منهای 90 هم برابر است با 90. پس مقدار وای ما میشه 90، مقدار ایکس مون هم برابر است با 45. اینم از این راهکار ساده ترش. خیلی از بچه‌ها، من حالا اینجا رو پاک کنم، میان میگن که کار ساده تری هم میتونیم بکنیم. مثلا بیایم بگیم این پاره خط اینجا، این خط اینجا حکم قطر رو برای ما داره، دقیقا مثل حرفی که زدین. اینجا میشه 45، اینجا هم میشه 45، اینجا هم که خب گفتین دو زاویه‌های مثلثش متساوی ساقین دیگه، دو تا 45 داریم. اینجا هم میشه 90 درجه. و توی این شکل حالا در حالت کلی نمیتونید بچه‌ها هیچ وقت نتیجه بگیرید، چون براتون قطر رو رسم نکرده، اومده یه خط فرضی کشیده. شاید در حالت ظاهری که شما دارید نگاه میکنید بگید آقا بله من اینو اگر ادامه بدم حکم قطر رو برای من داره و استفاده میکنیم از این روشمون. این هم روش درستی است، ولی همیشه به اون چیزی که میبینید میشه گفت اعتماد نکنید، چون تو ریاضیات همیشه از طریق ظاهری شما نمیتونید تشخیص بدید. و اما سوال 5 گفته که مجموع زاویه داخلی هر شکل رو به دست بیارید و با هم مقایسه کنید. خب شما فرضاً زاویه داخلی هر شکل رو بخوایم به دست بیاریم، مجموعش رو، این الان یک 4 ضلعیه میشه 360، اینم یک 4 ضلعیه بازم میشه 360 و گفته با هم مقایسه شون کنید. تو شکل الف همه زاویه ها اگر دقت کنید کمتر از 180 درجه هستن، پس شکلمون یک شکل محدب محسوب میشه. اما متاسفانه توی این شکلمون یک زاویه بیشتر از 180 داریم که تبدیل میکنه شکلمون رو به یک شکل مقعر. این تنها تفاوتاشون هستش و اینا جفتشون هم 4 ضلعیه، جفتشون میشن 360 درجه. خسته نباشین.